ها اسمش ایران بوده، یک قلمرو جغرافیایی بسیار بزرگ در شاهنامه هم اومده چو ایران نباشد تن من مباد. ولی بعد از مدتی نام ایران گم میشه، مثلا تبدیل میشه به قلمرو صفویان، تبدیل میشه به قاجاریه و بعد اسمش میشه پرشیا. 1933 رضا شاه نامه به شمسی میشه 1313 رضا شاه یه نامه مینویسه و در اون نامه در سازمان ملل متحد میگه که ما اسم کشورمون رو گذاشتیم ایران. از اون به بعد که میشه ایران. نه گذاشتیم. اجازه بدید ما به حیث شاگرد تاریخ امیر تصحیح کنم. من میبینم که در بسیار جاها مسئله تولیدی فهمیده میشه. بیرونی ها مخصوصا در ادبیات سیاسی انگلیس ایران پرشیا یا میگفتن این پرشیا تعلق میگیره به دوره هخامنشی، یعنی از 460 قبل از میلاد تا ختم دوره هخامنشی. همین نام به اصطلاح با آریت گرفته در ادبیات سیاسی غرب آمده، همیشه همین سرزمین پرشیا میخواندن. در حالی که آقای موسوی پرشیا از پامیر افغانستان تا مصر در بر میگرفت، قلمرو هخامنشی زمانی بله. همین پرشیا با عمود جغرافیا به اصطلاح جغرافیای سیاسی تعلق میگرفت که عمو گستردگی را داشت. اما در کتابای تاریخ زمان صفوی نمیگفتن کشور صفوی، ایران داشته میکردن. صدها به اصطلاح نمونه و مثال در رابطه در دوران افشار پیش از او بعد از او همیشه ایران نوشته میکردن. آنچه را که رضا شاه خواست است که ادبیات یا نامگذاری که در بیرون میشه مطابق به نامگذاری باشه که در داخل است. شبیه از اجازه میتونید من خدمت شما عرض میکنم. 2 سال پیش بود که ترکیه اصلاح کرد اسپیل انگلیسی نام کشور خود که ترکی بود. ترکی به انگلیسی شما بهتر میدونید فیلمارغ میگن و بوغلمون میگن. بله برای تصحیح ازمی اسپیل تصحیح کردن که تا ترکیه خوانده شد. خب الان ما وقتمون یه مقدار کمه.